سلام عزیزم، بریم ببینیم پیام تاروت امروز به شما چی. خب امروز داره به من نشون میده که شما داری بابت چیزایی که از دست دادی یا رابطه هایی که از دست دادی، کاری که از دست دادی، ناامیدی و همش داری به اون چیزی که از دست دادی میخوای فکر کنی، ناراحتی کنی، در حالی که تو هنوز یک سری شرایط خوبی داری. هنوز تو میتونی وارد یک کار خوبی بشی، تو میتونی وارد یک رابطه سالمی بشی، ولی تمام ذهنت، تمام انرژیت رو داری میذاری بابت چیزایی که از دست دادی. تاروت بهت میگه امروز لطفاً این ناامیدی ها، این بدبینی هایی که حالا در حال حاضر داری، این افکاری که در حال حاضر داری رو بیرون بیا و به چیزهایی که داری و میتونی به دست بیاری توجه کن عزیز دلم.